کاگله و سوسیالیسم. بیاییم مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر این رژیم ضد زن. ای کفنی پوشی روحانی ایسیس سمسان سمسان. روحانی ایسیس سمسان سمسان. تلاش، شکنجه، اعدام، استثمار، اختناق، کارنامه هر دو جناح. ترور، شکنجه، اعدام، استثمار، اختناق، کارنامه هر دو جناح. پاسخ زحمت کشان سر نورش کل. پاسخ زحمت کشان استنگ امبسادن ترال سنترالن. استنگ امبسادن ترال سنترالن. اسلامی این نامه جاسوسی برچیده باید کردن. این نامه جاسوسی برچیده باید کردن. این نامه جاسوسی برچیده باید کردن. این نامه جاسوسی برچیده باید گردد. مرگ بر این رژیم ضد زن. مرگ بر این رژیم ضد زن. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. این نامه جاسوسی برچیده باید کردن. این نامه جاسوسی برچیده باید گردد. کارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید کردن. کارگر زندانی زندان باید گردد. آزاد باید کردن. این نامه جاسوسی برچیده باید کردن. این نامه جاسوسی برچیده باید کردن. جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر این رژیم ضد زن. من بر رژیم ضد زن. مرگ بر جمهوری اسلامی. من بر جمهوری اسلامی. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این نامه جاسوسی تعطیل باید گردد. این نامه جاسوسی تعطیل باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این نامه جاسوسی تعطیل باید گردد. این نامه جاسوسی تعطیل باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی. اسلامی. اسلامیست رژیم ایران. این لانه جاسوسی برچیده باید گردد. این لانه جاسوسی برچیده باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. سیاسی برچیده باید گردد. زندانیان سیاسی برچیده باید گردد. ترور، شکنجه، اعدام ملغا باید گردد. ترور، شکنجه، اعدام ملغا باید گردد. این لانه جاسوسی برچیده باید گردد. این لانه جاسوسی برچیده باید گردد. کارگر زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این لانه جاسوسی برچیده 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 باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر اسلامیست
اسلامیست و ترور رژیم ایران. حکمت اسلامیست و ترور رژیم ایران. این لانه جاسوسی برچیده باید گردد. این لانه جاسوسی برچیده باید گردد. Steg ambassaden terrorcentralen. Steg ambassaden terrorcentralen. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. این لانه جاسوسی برچیده باید گردد. این لانه جاسوسی برچیده باید گردد. مرگ بر این رژیم ضد زن. مرگ بر این رژیم ضد زن. در آستانه مسلکه انتخاباتی دیگری در رژیم سراسر ننگ نفرت جمهوری اسلامی هستیم. رژیمی که در طول 37 سال سلطه بر ضد مردمی خود هرگز بر رأی و نظر مردم ارزشی قائل نبوده و هدفش از به راه انداختن به اصطلاح انتخابات تنها فریب عده‌ای از مردم و مشروعیت دادن به حاکمیت ننگین خود می باشد. این رژیم دیکتاتور تاکنون برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی به هر روشی از تهدید و اعراب گرفته تا زدن به تاکتیک‌های فریبانه جهت غالب کردن انتصابات خود به عنوان انتخابات به جامعه ایران بوده است. در رژیم جمهوری اسلامی به دلیل وجود چندین فیلترینگ حکومتی مثل شورای نگهبان و وزارت کشور، سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی، فیلترهای ایدئولوژیکی و اعتقادی و فساد انتخاباتی از جمله برای پیروزی در شریک شدن در کارهای سرتاپا فساد اداری و اخلاقی و مالی دیگر صحبت انتخابات یک مسلکه و خودفریبی است. این انتخابات نیست، انتصابات وابستگان حکومتی است که 37 سال که به احزاب سیاسی و مستقل و مترقی اجازه فعالیت نداده است. انتخابات در مفهوم عمومی آن یعنی آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن. آزادی در انتخابات با آزادی احزاب و سازمان‌های سیاسی و مدنی با توکلات برنامه‌های مختلف معنا پیدا می‌کند. وقتی معیار انتخاب شدن تا سطح اعتقاد به ولایت فقیه محدود شده است، دیگر معیار احزاب با توکلات و برنامه‌های مختلف در میان نیست، بلکه فرستادن افراد بله قربانگویی به ولایت فقیه و حکومت دیکتاتور اوست. تحریم این انتخابات دست رد زدن به سینه حکومت برای شرکت در رقابت‌های جناحاتی حکومت برای تقسیم دسترنج مردم است. به همین دلیل مردم آگاه اجازه نخواهند داد که با استفاده از رأی آنها در این بازی انتخاباتی برای خود مشروعیتی بخرد. این انتخابات بین و بد و بدتر است، اما مردم سالهاست که انتخابشان را کرده اند و آن هم سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. انتخابات واقعی مردم با نابودی رژیم جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته‌اش می باشد. زنده باد آزادی، زنده باد برابری. امروز اینجا جمع شدیم تا به سردمداران جمهوری اسلامی واضح‌تر از قبل نشان دهیم که نه تنها با انتخابات فرمایشی شما همراهی نخواهیم کرد، بلکه استوارتر از قبل به مبارزات خود برای برچیدن استبداد مذهبی و حکومت جهل مبارزات خود را به پیش خواهیم برد. همه شما بر این واقعیت واقفید که انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه فرمایشی بوده و هیچ نقشی در سرنوشت مردم ایران نداشته. در واقع خمینی جنایتکار و سران جمهوری اسلامی از همان آغاز و بعد از کودتایی که علیه انقلاب مردم ایران انجام دادند، انتخابات را همچون ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به نظام سرکوبگر و ظالم خود دانستند و از این امر به نفع به درازا کشاندن حاکمیت استبدادی خود استفاده بردند. حاکمان ستمگر تهران هیچ وقت صدای اعتراض کسی را بر نتابیدند، هر گونه اعتراضی را در جا سرکوب کردند. صدها هزار نفر را به دلایل عقاید مغایر با نظامشان اعدام و زندانی کردند.
حتی در داخل نظام خود فیلترینگ سیاسی از نوع شورای نگهبان گذاشتند. همینها ادعای انتخابات دارند. این چه انتخاباتی است که حتی علیه دوستان سابق خود و وفاداران به نظام سرکوبگرشان کودتا می‌کنند. در همین حال خامنه‌ای با پررویی هرچه تمامتر باز هم از مردم و حتی از کسانی که نظام را نیز باور ندانند می‌خواهد در انتخابات شرکت کنند. از این طرف و نیز در بین کسانی که خودشان را زیر پوست اپوزیسیون بودن مخفی کرده بودند دنبال سفره ولایت مداری را افتاده‌اند و می‌خواهند از این طریق شکم خود را سیر نگه دارند. این در حالی است که می‌توان درخواست خامنه‌ای را به مثابه گدایی کردن برای مشروعیت دادن به ادامه نظام سرکوبگر خود دانست. در ادامه همین گدایی ها کردن های خامنه‌ای حتی فتوای شرکت کردن زنان را در انتخابات برخلاف رضایت شوهر را داده و زن آزاد است از خانه خارج شود و رأی بدهد در روز انتخابات، در حالی که در فقه غیر انتخاباتی زن بدون رضایت شوهرش حق خروج از خانه را ندارد، حتی برای دیدار والدین موقع فوت و یا درمان اگر نیازمند باشد. ولی شرکت کردن زنان را در روز انتخابات بدون اجازه مردم فتواش داده. شرکت کنندگان محترم، ما باید بیشتر از این هوشیار باشیم و سعی در هوشیار کردن بیشتر مردم ایران داشته باشیم. در واقع نقش اپوزیسیون واقعی روشن نگه داشتن افکار عمومی علیه دسیسه هایی از نوع انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی است. برای رسیدن به اهدافمان هم یک راه مهمتر بیشتر نداریم و آن نیز مبارزه است. همه با هم با عزمی راسخ از قبل به مبارزه در راه رسیدن به آزادی هایمان و برچیدن کامل نظام جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد. مرگ بر جمهوری مندی ملت ایران به مداخلات غرب و یا توهم مکرر حضور نامرئی توسعه طلبان نمود راستینی انتظار سیاسی و بنبست اندیشگی سیاست در جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران ما که هم اومدیم به مسئله انتخابات مجلسی که در اینجا برگزار شده اعتراض خودمون رو به ایران و تمام مردم جهان برسونیم. با ما همراه باشید. گزارش نمود این نوع سیاست در ایران از سوی نظام جمهوری اسلامی و در رأس آن نظام و ساختار نظامی تک‌اندیشی نظام و سوء برداشت از مطالبات دموکراتیک جامعه در این وضعیت در حقیقت رد تمامی گزینه‌هایی است که از سوی جامعه ایران پیش روی نظام قرار گرفته. اما انتخاب این نظام در غلط‌آمیزترین گزینه که همان اصرار بر دیکتاتوری و سرکوب جامعه است، بیگمان این نظام را در سراشیبی و مرگ سیاسی شکار خواهد داشت. با در نظر گرفتن تمامی این واقعیات و نیز در راستای صیانت عملی از خرد سیاسی و اراده‌مندی تمامی ملت‌های ایران، دگراندیشان، فعالین سیاسی و جناح‌های دموکراسی‌خواه خلق‌های ایران، حزب حیات آزاد کردستان به جای مشارکت در دهمین دوره انتخابات مجلس ایران این روز داره برگزار میشه یک انتخابات نیست. این واقعه در اصل یک مسحک است، چرا که در فضایی که حزب‌های سیاسی مختلف ممنوع هستند و فضای فعالیت رو ندارن، در فضایی که بخش از مردم نمیتونن کاندید بشن، نمیتونن در این انتخابات شرکت کنن، وقتی که در فضایی که از صبح تا شب توی از ارزش‌های اجتماعی و دموکراتیک خویش و ادراک آگاهمند سیاسی جامعه صیانت میشن و روزنامه مجلس حزب حیات آزاد کردستان به ژاک در این فضا نمیشه انتخابات آزاد رو برگزار کرد و این در حقیقت یک انتخابات نیست بلکه یک انتصاباته. روند اسلامی قاتل رژیم انتخابات ایران فقط نتیجه است که دو عامل بستگی داره. عامل اول اینه که عامل اول به زدوبند بین جناح‌های سرکاری حکومت بستگی داره که تصمیم میگیرن مهره آیندهشون چه کسی باشه وکیل سر کار بذارن و روند دومشون به رد صلاحیت‌ها به جمهور که شما اطلاع دارید به وقوع رد صلاحیت‌ها از فرزانه حبیبی از طرف شورای حمایت با تشکر از شما دعوت می‌کنم. با سلام می‌کنم. خودتون رو معرفی کنید و بگید که از طرف چه کارگر زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. نبگیم به مسحکه انتخابات زندان‌های سیاسی برچیده باید گردد. زندان‌های سیاسی قبلا تعیین شده رو به اطلاع مردم ایران و به خود افکار عمومی بین‌المللی بدن.
واحد نشون میده. شما خودتون الان امکانات ارتباطی در اختیار داریم، اطلاع رسانی بکنیم در این رابطه. دوم اینکه در رابطه با برگزاری حرکت‌های اعتراضی در حال حاضر که ما اینجا هستیم در بسیاری از کشورهای اروپایی در مقابل رای دادن من یعنی باز تولید هر روز کودکان کار، رای دادن من یعنی استثمار کارگران اخراج و بیکار، رای دادن من یعنی تایید شکنجه، اعدام، زندان، رای دادن من یعنی تداوم تفاوت اموال مردم، رای دادن من یعنی موافقت من با گرانی حجاب، خفقان، سرکوب، رای دادن من یعنی قتل عام‌های دهه 60-88، رای دادن من یعنی مشروعیت بخشیدن به کودکان ازدواج کودکان زیر سن، رای دادن من یعنی زن به مثابه جنس دوم، یعنی نگاه انسان به کالا ابزار. با تشکر زن علیه زنان را به منزله عمل به احکام الهی می‌دانند و اجرای این قوانین را برای مصالح جامعه ضروری می‌دانند. این فشار را برای کنترل فساد بیبندوباری زنان لازم می‌دانند، در حالی که آمار بیانگر میزان بسیار بالای فساد در مردان که روحانیان را هم شامل می‌شود می‌باشد و اغلب دختران و زنان ما برای امرار معاش مجبور به تنفروشی می‌شوند. بر اساس ماده 631 قانون مجازات اسلامی، اگر مرد زنش را با مرد دیگری در بستر ببیند حق کشتن او را دارد و عکس این قضیه در مورد مردان صادق نیست. طبق قانون عدم رعایت حجاب اجباری جمهوری اسلامی 74 ضربه شلاق دارد که در هیچ کجای قانون محدودیتی برای حجاب مردان نوشته نشده. در رژیم جمهوری اسلامی که چند همسری، ازدواج موقت، جداسازی‌های جنسیتی و محروم کردن زنان از حق سرپرستی فرزندانشان که سخت‌ترین فشارهای روانی را بر مادران تحمیل می‌کند و خیلی از ما تجربه‌های این چنینی را داریم، بر اساس بندی از قانون و ملهم از آیات و روایاتی از آیین اسلام بر زنان اعمال می‌شود. با سلام دوست عزیز، میشه خودتون رو معرفی کنید و بگید که از طرف چه سازمانی اینجا اومدید و علت حضورتون رو برای بینندگان ما شرح بدید. من زاگرس روحانی هستم، از طرف سازمان حکمتیست اینجا اومدم و جمع بودن ما اینجا بابت این بوده که به خاطر انتخابات جمهوری اسلامی ایران ما به مردممون بیشتر اینو آنالیز بکنیم که اینجا بابت این اومدیم که بر ضد جمهوری اسلامی و بر ضد انتخاباتی که دروغین هستش و حال حاضر موجود ایران هستش، با از اون بابت اینجا اومدیم که این اعتراض خودمون نشون بدیم به جمهوری اسلامی ایران و با جمع بودن بیشتر از دوستامون از این بابت هستش که ما میخوایم که اعتراض خودمون نسبت به انتخابات جمهوری اسلامی ایران. با تشکر از اینکه حضور پیدا کردید. مرسی، روز خوبی داشته باشید.